Итак, دوستان برادرای گرامی بیاد هستم از شهر فیلادلفی آمریکا. هم زاپرافکا اومدم. یا برادر دیدم از شناختم میکنم و درباره کارش هم گپ میزنیم که چیکار کرده. سالارکا و بنزین میکشونه. به دربارش میپرسیم که چیکارو میکنه. این برادر همتون میشناسید. یک وقت در رادیو آزادی کار میکرد. عبدالله اشوریان. بپرسیم. این هم کاری برادریم و اینا هم زاپرافکا سالارکا و بنزینش تمام بشه این هم خیلی ترکو قدیمی بیان پرکنی از هر میکنن. سلام علیکم برادر، چی حال داری؟ این از ما این سروسی ما نکنیم که این باید هر چیزش به جای خودش مونه که بعد سرگردان نشوه. سالارکا جای بنزین به نریزه که بعد سرش توب میخوره. من با تاجیکستان سلام میگی به کجاست؟ سلام به کل دنیا. هیچ خیلی از کار نیست؟ کمتر به مردم میفهمونید؟ خب این البته این مواد سوخت در همه دنیا هست. به این مواد سوخت زندگی نیست دیگه. ماشینم تراکتورم همه چی به همین میره. این چی است؟ سالارکا بنزین ها؟ این یعنی همین بوشکه شما میبینید در نظر این یک جاست یک جا نیستی. این 5 قسمت دارد. این یعنی تقسیم است. این مثلا من حاضر در اینجا ما سه نمود مواد سوخت آوردگیم. یعنی که یک تشت این دیزل یا که در قسمت سالارکا کدامش دیزل؟ همین سبز ها؟ همین سبز یا کدام؟ هم رنگوش. اینجا این کامپارتمنت نمبر 4 یعنی قسمت 4 و این دیزل است. این و اگر شما اهمیت داده باشه در همین میبخشید اگر شما اهمیت داده باشه در همین یعنی نقطه های فروش مواد سوخت انا خیلی سه رنگ زرد همین زرد بالا پوش زرد این دیزل یعنی دیزل دیزل یعنی سالارکا. این بالا پوش سرخ این بنزین نوع 93 است. 93 نوع 93 بله سرخ. بله این بالا پوش سفید این 87 بنزینی 87. بنزینایی که در اینجا هستن رگولار رقمشون فرق میکنه از تاجیکستان. نه 93 خودم 93 است. همون 92 ما برابر به 87 که همین ها. بنزینی که ما 92 میگن در تاجیکستان اینا ما 87. باید چیز دیگه اضافه کنیم که برای خدمت کار کردن هر کس میتونه دونه. نه باید اولش اینکه حداقل از قریب 2 سال تجربه کاری باید داشته باشی. بعد امتحان مخصوص باید کنی برای کشاندن خیلی مواد سوختی چون که چی است یعنی یک کمی مخصوصیت دارد. اینجا اگر شما اهمیت دید این ماشین یعنی امبلم خاص دارد 1203 این معنیش که مواد سوخت. اگر من اتانول کشانم اینا عوض میکنم بود من خیلی عوض میشه رقمش. این یعنی رقمش این برای مواد سوخت است. یعنی 1203 چی است مواد سوخت. معاشش خیلی است چی است اکنون برای همه جالبیتش همین معاش ده تقریبا فرق میکنه نه که خب مثلا من همین یک شرکتی که ما کار میکنیم برای ساعتی کار نمیکنیم برای هر یک دلیوری یعنی برای یک آوردن رساندن مثلا من این $86 است. $86 برای یه همین آوردن ها؟ همین چند کیلومتر آوردی چند کمون؟ تقریبا 32 مایل 32 مایل یعنی که یک 45-50 کیلومتر نه خیلی تقریبا هم خیلی خیلی بد نیست. اگر حساب کنه با مایلش گده تقریبا $1 زیادتر. $2 هم شاید غلطه $1 هم شاید. این هم خیلی زاپرافکایی هستن که زیاد هستن. در یک روز چند کم میکنید تقریبا 4 یا 5 تریپ میکنه. برادرها کاری آسون نیست، کاری جدی است. برای همین پیش از کار گرفتن سخت تفتیش میکنه. تفتیش سخت میکنه چون که این چی هست یعنی اون ترمینال هایی که این اتم میگیره چی یعنی مکان استراتژیک میشه. برای همین
و یک هفته پیش تو چیزای مقامات قدرتی هم آدم هم میسنجن که مثلا ما تو با یکون سازمان های تقریب کار کردی آدم همکار نباشد. با یا مسئله دیگه است که سپیرت هم میکشونم. بله بله. همین سپیرت برای چی است؟ حاضر من نمیدونم راست در پاکستان خیلی باشد ترکیبی، لیکن من همین ترکیب بنزینی که من همین ماشین ها میگیریم هر روز 10%ش این اتانول، من خیمی کدام میدونید اتانول یا که سپیرتی که ما میگوییم به زبان مردمی سپیرت 10%ش سپیرت است. این طور من متخصصان اینجا وقتی امتحان سپردم فهموندن این برای نگاه داشتن اکولوژی است، یعنی که 10% همین نفت نیست، این 10% سپیرت است. برای همین هر گالونی که شما وزن میگیرید 10% وای چی است؟ یعنی سپیرت است. انا بنزین 93 تقریبا من این سوخش این تقریبا 12% باید دارم. از سلرکن ندارد دیگه همین چیزا. فقط بنزین ها؟ بنزین دارد. سپیرت اینها بیشتر از جواری مکه استفاده میکنن. اوه با عجیب. جواری مکه که همین میبینید در همین صحرا ما میگم بسیارش همین سپیرت میشه. درست است. سلامت باشی. نه ما یک زنیم کنی بینیم. اینم خیلی. اینا لوکال میگن. لوکال برادرو همین کی یعنی که دور نمیرید. در همین یک شتات تقریبا تا 100 میل 200 میل میگردید بر روزش. و با خونه میره با پگوی دیگه هم خیلی کور. هم ترکشن هم خیلی. ولوو بود است ولوو. ای درونشه. وقتی هم دیدن شرط نمیخواد بارول خیابونشون میتم همین یک ترک است. خدا نگهبان باشید که باشیم. با تاجیکان آمریکا بمونه.